بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز باید طبق جدول درسیمون ما درسی اخلاق می داشتیم، ولی از اینکه در ماه شعبان هستیم و باید در فضیلت این ماه گفته شود و بعضی از کارهایی که ما باید حتما در این ماه انجام بدهیم، گفتم امروز را مخصوص کنیم به موضوع ماه شعبان. چه خیلی با خبر هستید، امروز الکی 8 ماه شعبان است و امروز فردا دیگر دیدیم که ماه رمضان آمده است و خداوند برای من و شما، برای تمام بنده های مؤمن و مخلصش، ماه رمضان را رساند و عبادت های شب قدر را برساند. الهی آمین. درباره ماه شعبان در ما حدیث صحیح هست در بخاری که حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان ماه را کامل و پره مثل ماه رمضان روزه نمی گرفتند، یعنی کاملا 30 روز یا 29 روز، و یگان ماه را همان گونه که در ماه شعبان زیاد روزه می گرفتند روزه نمی گرفتند. یعنی در ماه شعبان پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد روزه دار بودند و حدیث در سنن نسائی هست از اسامه ابن زید که میگویند پیامبر را پرسیدم که چرا همان گونه که در ماه شعبان روزه میگیرد در دیگر ماه ها روزه نمیگیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ماه شعبان ماهی هست که از آن مردم غافل هستند به خاطر مشغول بودن به ماه رجب که یک ماه پیش از آن است، از شهرهای حرم است، از ماههای، و به خاطر رمضان که بعد آن است. ولی در این ماه نامه های بنده ها به نزد پروردگار برآورده می شود و من دوست دارم که وقت نامه اعمال من به نزد پروردگار برآورده می شود روزه دار باشم. و سبحان الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم با اینکه بجز خیر و ثواب کار دیگری نداشتند، تمام حیاتشان، تمام زندگیشان پس از 40 سالگی فقط راه دعوت و راه الله بود. تا مرگ همیشه با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بودن. باز گفتن من خیلی دوست می دارم با این همه عملهای صالح که در این ماه وقت نزد پروردگار نامه اعمال من برآورده می شود من روزه دار باشم. و عزیزان، در ما موافق حدیث ها که یکی در بخاری، دیگری در مسند امام احمد، دیگری در سنن نسائی هست، عملهای بنده ها هر روز برآورده می شود، هر هفته برآورده می شود و هر سال برآورده می شود. این را شما می توانید تصور کنید مانند یک کارگر که به مدیر هر روزه کاری کرده خودش را، نتیجه کاری یک روزه خودش را نشان می دهد و جنبست یک هفتینه و جنبست یک ساله را که مهمترینش همان جنبست کار یک ساله هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فرشته ها در نماز بامداد و نماز عصر هم جای همدیگر را عوض میکنند. گروه می آیند و گروه دیگری می روند و وقتی پروردگار او دانا هست، او با خبر است و باز میپرسد که چگونه بنده مرا ترک کردید، آنها میگویند در حالت نماز بود، یعنی در نماز بامداد و در نماز عصر. و ابن قیم جوزی سخن عجیبه میگویند ببینید که در وقت بامداد اکثریت مردم خواب هستند، در وقت عصر اکثریت مردم مشغول دوتاز زندگی هستند و در همین دو حالت تو چی کار کرده ایستاده ای الان در بامداد و در وقت عصر فرشته ها خبر می دهند. برای همین این دو نماز بامداد و نماز عصر از دیگر نمازها بالاتر می ایستد. و این چونین هر روز پنجشنبه، حدیث در مسند امام احمد است که هر بیگاهی پنجشنبه
الله با خبر است، الله دانا هست که ما چیکار میکنیم لحظه به لحظه. و باز هم قانون پروردگار و برای شهادت بودن برای من و شما، هر روز پنجشنبه فرشته ها نزد پروردگار عملهای ما را بالا میکنند و خداوند عملهای بنده های مؤمنش را دیده گناه های آنها را میبخشد، بجز قاطع و رحیم، بجز آنه که با خویش و تبار خود قهری هست، با خویش و تبار خود مناسبت بد دارد، با آنها در یک مرحله تلاش و ترتیش و بدبینی هست. یعنی سبحان الله، هرچی نماز و روزه و عبادت و دو و تاز داشته باشی، وقتی تو با خویش و تبارت اگرچه ظالم باشن، اگرچه گناهگار باشن، اگرچه میدانی که آنها نباید خویش و تبار تو میشدن، ولی این تقدیر الله هست که خویش و تبار تو هستن، وقتی با خویش و تبارت قهری هستی، با آنها در یک مراسا یا معامله بد هستی، خداوند گناهی تو را نمی بخشد یا حتی در بعضی روایات عملهای صالح تو را قبول نمی کند. و این چونین جنبست یک ساله که از همه مهمش این است که این سال ما چیکار کردیم، یک سال پوره از شعبان گذشته تا این شعبان چیکار کردیم. حدیث در نسائی هست و علل خصوص حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم روزش را هم معین کردن، گفتن در نصفه ماه شعبان یعنی شب 15 که خطا نکنم به 2 فوریه 2026 راست می آید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نامه ها یا گفتیم یک ساله عمل ها به نزد پروردگار برآورده می شود و الله مهربان با آن لطف و کرمی که به بنده هایش دارد که او خالق آنهاست، تمام بنده های مؤمنش را می بخشد به جز 2 گروه. یک گروهی که آمیخته شرک هستند، یک گروه دیگری که با همدیگر بدبینی دارند، یعنی قهری هستند با همدیگر، چه خویش و تبار باشد چه مؤمنان، یعنی دوستان از مسلمان. اکنون عزیزان بیایید ببینیم که در این جنبستی سال که خدایا ما عملهایمان اصلا و اصلا به یگان مکافات خودش ارزنده نیست، این لطف پروردگار است که ما را به درجه های بالا می برارد، وگرنه شب و روز هر لحظه و هر ساعت ما مشغول چیزهایی هستیم که نباید مشغول آن باشیم. بیاید ببینیم که در یک سال ما چی کار کردیم، یعنی یک سالی که گذشت و سپری شد و همین به نزدیکی الکی این عملهای ما پس از 10 روز است به نزد پروردگار برآورده می شود که این بنده تو در طول این سال این کارها را کرد و ببینید که این رحمت پروردگار است که گناه ها را می بخشد، عمل ها را قبول می کند. اما از این 2 طایفه، یکی که به شرک مشغول هستند، چه شرک قبر پرستی باشد، چه ارواح پرستی باشد، چه انسان 2 پایه پرستی باشد که ما همه نمود شرک الان در همه جا انتشار شده است و بیخبر هستیم. یعنی بعضی ها از یک انسان 2 پایه به خود خدا ساختند، بعضی ها امید به قبرستان و به ارواح دارند، بعضی دیگر هوای خود را برای خود خدا کردند که من خودم به همه قله ها رفتم رسیده می توانم، گویان خود را به یک قدرتمند و توانمند تبدیل دادند. و یک گروه دیگری که قهری هستند. یعنی مسئله شرک الحمدلله در اکثریت خواهر و برادرانی که دست به کتاب میزنند، یعنی گوش خود را مشغول شنیدن سخن علمای ربانی میکنند کم است. اما چیکار کنیم که مسئله قهرگی، بدبینی، نبخشیدن همدیگر تقریبا خانه به خانه و فرد به فرد، قلب به قلب جایگیر شده است. باید فکر کنیم با که قهری هستیم، از که رنجیده ایم و که را رنجانیدیم. چیکار کنیم که در این شبه که به نزدیکی مهمان ما می شود، وقتی نامه اعمال ما به نزد پروردگار برآورده می شود، خداوند بگوید که در قلب این بنده من هیچ بدبینی نسبت کسی نیست، من گناه های او را بخشیدم. چیکار کنیم که ما سزاوار رحمت الله باشیم؟ ببینید که قهرگی با یک دوست دور یا با یک نفری که در حقیقت تو را آزرده کرد چیزی دیگر،
اما قهرگی با برادر، با خواهر، با همسر برادر، با همسر خواهر و خدای نکرده حتی قهرگی با پدر، با مادر، با خاله، با تقا، این گناه های کبیره هست که ما گمان میکنیم نه ما دل شکسته ایم، ما رو آزردن و باید قهری باشیم. نه، برای آزرده بودن همه حق دارد. تا تمام عمر شما می توانید بگویید کسی مرا رنجانیده بود، من او را بخشیدم، اما در قلبم چیزی از آن رنجش مانده است، این چیزی دیگر است، اما او را نمی بخشم. اگر مرم نباید بیاید و من هم به مردش نمی روم. من دیدم سلام نمی دهم، فقط بدخواهی یا گفتم همیشه انتظار یک خبری بد که به فلانی بلای رسد. این عمل ها همون حقد است، همون بدبینی هست، همون کینه‌گیری هست که سبحان الله پیامبر گفتن صلی الله علیه و سلم این گونه انسان ها عمل هایشان قبول نمی شود. پروردگار به عمل های اینها حتی نگاه نمی کند. باید به خود آییم که با کی این گونه مشکلی داریم. اکثریت سوال یک از خواهران عزیز میگویم آخر اینجا ظالم آن طرف بود، من ظالم نبودم که من بخشش پرسم. من به کسی نمیگویم از ظالم عذر پرس، فقط میگویم ظالم را بخش، او را بخش و بگو خدایا من فلانی را بخشیدم، تو هم بزرگی کن، تو همه را ببخش. و هر باره که خواهرانی که میگویند در قلب من بدبینی مانده است، هر چی کنم من اون طرف را دوست داشته نمیتوانم، هر چی کنم ظلم او، بدکاری های او، تهمت او، چیز دیگری او پیش نظرم می آید، دعا کنید. خداوند پیشتر هم گفته بودیم خودش به ما می آموزاند که شما دعا کنید ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا در قلب ما هیچ بدبینی نسبت مؤمنان جای نده. خدایا نسبت فلانی من کینه دارم، بغض و عداوت دارم، تو پاک سازنده قلب ها هستی، صاحب قلب ها هستی، قلب مرا پاک کن تا این بدبینی من از قلبم برود و تو خودت به قلب من شاهد باشی و عملهای مرا قبول کنی. یعنی دعا کنید آنهایی که میگوید من بخشیدن نمیتوانم، اما با یک سلام دادن که هرچی بود و گذشت و رفت، خداوند ما را هم ببخشد، شما را هم ببخشد و بگذار رمضان را برای ما و شما پر از برکت کند. با یک رساله کوتاه، با یک خط نویسی شما که الله از قلب شما با خبر است، شما می توانید کینه ها را برطرف کنید. گفتید رساله نوشتم او جواب نداد، شما نوشتید و اجر خود را گرفتید. این را برای الله کنید. مشکلی این است که ما حتی عذر خواستن هایمان، یعنی یا گفتیم آشتی کردن ما هم به خاطر الله نیست. از اینکه آشتی کردنمان به خاطر اون طرف است که او هم باید اکنون به من آشتی کند، وقتی او آشتی نکرد خیلی برای ما سخت میرسد. دیگر میگویم چرا خیر، چرا من قدم ماندم و او قدم نماند، من دیگر اصلا این کار را نمی کنم. به خاطر اون کرده بودی. اگر میگفتید من به خاطر الله کینه ها را برطرف میکنم، آره من مظلوم بودم، آره من تهمت شده بودم، آره اینجا من بودم که شکسته شدم، ولی من میبخشم و از الله امید دارم که الله مرا ببخشد. در این حالت ببینید شما حتی اون طرف به شما معامله خیلی غلیظ کند هم قلبتان آرام است. انسانی که از غل و بدبینی و کینه‌گیری ها، از آرزوی قصاص و انتقام گرفتن قلب خود را خالی میکند، او خیلی آسوده میخوابد، او خیلی آسوده زندگی میکند و حتی در نزد پروردگار هم میگوید که خدایا تو از قلب من آگاهی، تو خود میدانی که در قلب من نسبتی که چی چیز است. مشکلی در این است، یعنی علل خصوص یک بار باید به همین چیز ژرفتر فکر کنیم خواهران عزیز. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنبستی پیشکش نامه های اعمال به پروردگار عالمیان نگفتند که خداوند به کسی که نمازهایش را قضا کرد، کسی که مثلا زیاد دروغ گفت، کسی که حتی به زنا دست زد نگاه نمی کند، نگفتند به کسی که بدبینی دارد. یعنی مسئله بدبینی نسبت همدیگر یا مسئله کینه و عداوت، علل خصوص قهرگی، او را نمی بخشم.
همراهش صحبت نمی کنم. هر چی بگوید، هر چی فکر کند بکند، من دیگر نزد کسی سرخم نمی کنم. این یک تکبری هست. دوم این است که خود را خیلی بالا گرفتن است که پروردگار با آن همه گناه بنده ها را می بخشد با یک توبه نصوح. تو کی هستی که نمی بخشی؟ یعنی مسئله یک نفر را نبخشیدن یک چند صفت بد در یک نفر بودن را می فهماند. به خاطر همین باشد شاید والله اعلم پیامبر گفتن این فقط همین یک گناه است، بجز شرک این فقط یک گناه است که سبب می شود عملهای شما در نزد پروردگار قبول نشود یا عملهایتان یک طرف بایستد و الله بگوید که اینها با هم قهری هستند، فلانی با فلانی کی ندارد، عمل او قبول نیست. پس به اطراف نگاه کنید، کی نباشد هم حتی که ما مظلوم باشیم و آن طرف ظالم بگوید که خدایا من او را بخشیدم، تو هم مرا ببخش، من نسبت او بدبینی ندارم. دعا کنید که خدایا بین ما خودت اصلاح کن. خیلی گفتم انسان هایی که با کسی قهرگی ندارن، نیت آنها همیشه خیر و خوبی هست. الله از قلب ها با خبر است، الله این را آشکار میکند و خود ناآگاه میماند که آن طرف به شما محبت میبندد و خود بیخبر میماند که آن طرف هم مشتاق آشتی شدن با شما میشود. اینجا وقتی گفتیم آشتی کنید ببخشید، معنیش نه که با او دیگر دوستی صمیمی باشد، مثل پیشتر چگونه که یک بار شما را پیش پا زد پیش پای او بیافتید. نه، دیگر باید مؤمن با فراسات باشد، به خطاها دست نزند، اما با قهرگی نه، با قهرگی نه. پس این نکته خیلی مهم است عزیزان. تا چند روز با دخترکای خردکک با شاگردان درباره قهرگی صحبت کردم. چند دخترک که به من برآمدن که ما قهرگی داریم، با خویش و تبار داریم، حتی با خواهر و برادر داریم و تا امروز حتی فکر هم نمی کردیم که چگونه به یک گناه کبیره دست زده ایستادیم. اکنون حلش چی است؟ حلش فقط آشتی کردن، یک قدم پیش ماندن. بعضا گمان میکنیم ما اگر از او رفتیم بخشش پرسیدیم هدیه بردیم او ما را بد میبیند. شاید او از ما زیادتر انتظار آشتی شدن است. برای همین هر کسی که با کسی قهری هستید، هر کسی که گفتید فلانی رو نمی بخشم و تا مرگ در قلبم خفگی نسبت او یا گفتیم آزردگی خاطری ام را نگه می دارم، به خاطر بخشیده شدن، به خاطر این شبهای بزرگی که در پیش هست از گذشت کنه تا که هم قدر شما در نزد پروردگار بالا کرده شود و هم در قلب مردم محبت شما جای بشود که حتی بدترین دشمن شما به بهترین دوست تبدیل گردد. این در مسئله مهمترین آن هم درباره چی بود؟ آشتی کردن و خفگی ها را، آزردگی ها را یک طرف ماندن. چیزی دیگر روزه هست. درباره روزه پیشتر هم گفته بودیم پیامبر صلی الله علیه و سلم این ماه زیاد روزه می گرفتند به خاطر شاید آمادگی به رمضان. یک تای دیگرش که اساسا خود پیامبر گفتن این ماه ماهی هست که عملها برآورده می شود. کم کم باید به روزه خود را عادت کنونیم. روزهای پنجشنبه، دوشنبه اگر تمام هفته گرفتید باز خوب و بهتر است. یگانه یوم شک یا یک روز یا 2 روز پیش از رمضان را پیامبر نهی کردن. آن هم آنهایی که قضا نمی گیرند فقط روزه نفل می گیرند، پیامبر صلی الله علیه و سلم 1 روز یا 2 روز پیش از رمضان روزه‌گیری را منع کردند. دیگر روزها را همچون سنت پیامبر باید با روزه سپری کرد. چیزی دیگر صحابگان پیامبر رضوان الله علیهم اجمعین، خداوند از همه آنها راضی باشد، 6 ماه انتظار رمضان می شدند، گویا که آمادگی می گرفتند که ما چی کار کنیم. یعنی اهل سلف یا گفتیم تابعین و صحابه. عزیزان دیگر ما خیلی وقتی کوچک داریم، باید یک نقشه خوب برای رمضان داشته باشیم و در این زمان فتنه از همین روز الکی شروع کنید که بگوید که کدام کارهایی هست که خودتان میدانید که آن کاری میکرده شما اصلا در مورد رضاگی الله نیست. یعنی کاری هست که خود از آن راضی نیستید و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الاسم ما حاک به نفسک، یعنی اسم گناه چیزی هست که تو خودت را میخراشد، تو از اون کار خود از خود راضی نیستی
و کرهت ان یطلع علیه الناس، و بعد میبینی که مردم آگاه باشن که تو همین کار رو میکنی. برای همین کارهایی که چی با تلفن‌های دستی باشد، چی در تنهایی باشد، چی با غیبت‌های قلبی و ذهنی باشد، خود میدانیم که این چیزها گناه است. بیاید از حاضر آماده باشیم که در رمضان به این دست نزنیم. و نفرانی هستند که رمضان آنها از غیر رمضان فرق نمی کند. همان گونه که یک بلا بودن در رمضان هم بلا میمانند. نه، باید عملهای را که ما خود خیلی گفتم میدانیم که گناه هست، حتی از گناه های کوچک باشد، از حاضر برای ترک کردن شروع کنیم. و کارهایی که میدانید که نه به نفع دنیا هست نه به نفع آخرت ما، چه از بازی ها باشد، چه از تماشای بازی ها باشد، چه از تماشای دو سه بلاگر نادیده باشد که از خوردن و از پوشیدن و از شوهر و فرزندش به جز رکلام کرده پول کار کنید، چیزی دیگری را نمیداند، اینها را ترک کنید. چه از سریال ها باشد، چه از تماشا کردن سرودخوان ها یا گفتیم آن همه فحش و پهن کننده های فساد باشد. بیاید از حاضر شروع کنیم که رمضان در پیش است. خودت رو کنترل کن، نفست رو به دست گیر. این ماه مبارک که شاید تمامی ثواب یک عمره رو به دست بیاری، با یک آمادگی بزرگ، با یک پاکسازی قلب و ذهن و جسم شروع کنیم. و چیز دیگر، ماه رمضان ماه قرآن است، اما گروه از علما علل خصوص از تابعین بودند که می گفتند شهر شعبان این شهر قرائت است، یعنی ماه شعبان این ماه قرائت قرآن است. آنهایی که قرآن را کم می خوانند یا آنهایی که به ختم قرآن خیلی فقط در رمضان دست میزنه، در دیگر وقت نه، از شعبان باید ختم قرآن ما شروع شود. از همین ماه باید الکی خود رو به قرآن خواندن و با ختم کردن عادت کنونیم، تا که در رمضان هم همیشه در دستمون کتاب الله باشد. یعنی با 20 دقیقه، با نیم ساعت، با 1 ساعت قرآن را به دست گرفتن به خبر میمانیم که تا رمضان حتی تا 2 بار هم میتوانید ختم کنید. و آنهایی که میگوید تجوید من ضعیف است یا قرآن خواندن نمیتوانم، الان موسم قرآن خیلی نزدیک است. با شتاب کردن و با حرکت کردن الله به همه شما یا به هر نفری که کوشش میکند میرساند. چیزی دیگر در این ماه خواهران عزیز، روزه های قضا هست. اگرچه در مذهب ما نباشد، هم در نزد جمهور علما هر کسی که از روی بی‌پروایی روزه قضای روزه پیشترش را نگرفت، اگر در همین ماه شعبان تمام نکرد، او گناهگار می شود. و گناهی بزرگ است. باز هم قضا می گیرد هم کفاره، یعنی این 3 چیز بالای او هست. آنهایی که قضا داشتن، بی‌پروا گشتن، رمضان دیگر آمد، یعنی نه کودک معده شیرخوار داشتن، نه بیمار بودن، نه مسافر بودن، از روی تنبلی روزه نگرفتند و این رمضان آمد، هم گناهگار هستند، هم باید بعد از رمضان حتما اون قضایی پیشین رمضان رو بگیرن، باز کفاره دهند. مقداری تقریبا 1.5 کیلو یا نیم سا از خوراک رو به یک قمبغل بدهند، چند روز باشد، یعنی برای هر یک روزشان هم کفاره سر کردن یک قمبغل، هم باز روزه اش. برای همین کی هم نباشد، خواهر برادر هر نفر باشه، مادامی که بیمار نیستیم یا عذر نداریم، نگذارید قضای رمضانتون بگذرد. یعنی پیشتر قضاها از همین ما نباید بماند که خود را به گناه غرق میکنید. و در حالی که مؤمنانی سابق یا گفتیم مؤمنانی متقی در این ماه مشغول روزه نافله هستند، ما حتی قرض‌های ما نگرفته باشد و انا پگاه، انا بس فردا، انا این معرکه گذرد، انا آن توی گذرد گویان تمام کنیم. و چه خیلی گفتم، ماه رمضان از ماهایی هست که در دیگر ماه‌ها عبادتی آن را پیدا کردن نمی‌توانیم، به خاطر یک چیزهای خیلی خیلی زود گذر و حتی گفتیم در خاطر کسی نمی‌مانده ما سالها آمادگی می‌بینیم، به خاطر یک شب تو، یک روز پسر تو، یک معرکه کوچک، یک چیز دیگر.
اما به خاطر رمضان آمادگی ما اساساً فقط خوردن است. مشکل این است ماه رمضان گویا ماه عبادت نه، برای اکثریت ماه خوردن است. چی میخوریم الکی در اینترنت ها هم، حتی در عرب ها هم این بلا جاری هست، این فتنه که در رمضان چی میخوریم که مردم مشغول هستند، نه اینکه در رمضان چی کار میکنیم، چی کار کنیم که هم شب و هم روز در عبادت باشیم. اما برای به آن عبادت رسیدن باید از امروز یا حتی از روز گذشته، از داخل شدن شعبان باید ما دست به کار می شدیم. پروردگار توفیق بدهد که اگر خداوند هدایتمان کرد ما از عهده این عبادت می برایم. اگر خداوند به حالمان گذاشت، یگان بنده یگان حرکت و یگان قوت ندارد به جز کمک الله، هیچ کار کرده نمی توانیم. بگذار دعا کنیم که اللهم بلغنا رمضان، خدایا به ما رمضان را برسان و به ما عبادت شعبان و عبادت تمام ماهایی که تو صاحب ماه و سال و تمام موجودات هستی برایمان نصیب کن. و امیدوار هستم این صحبت هم برای خود بنده هم برای شما یک سبب گردد که بقیه روزهای شعبان را با آمادگی به رمضان و بقیه روزهای شعبان را برای برآمدن نامه اعمالمان به یگان خلل و به یگان بدبینی و قهرگی به پروردگار موفق باشه.